در مرکز تعلیمی بانک ملی تاجیکستان در شهر گلستان مراسم کشاده‌شوی مسابقه اید با فوتبال بین کارمندان تشکیلات‌های قرضی ولایت آغاز گردید. این چاره‌بینی ورزشی با تشبث بانک اسخط بخشیده به گرامیداشت خاطر مربی شایسته تاجیکستان نیازعلی باباخانوف که در رشد و عمومیت فوتبال سهم ارزنده دارد راه اندازی کرده شده است. در مراسم کشاده‌شوی چاره‌بینی مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند نوروز ولیوف و راهبریت تشکیلات‌های قرضی ولایت اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که نیازعلی باباخانوف یکی از فعالترین مربیان فوتبال به حساب می‌رفت که در بین تشکیلات‌های قرضی ولایت در تربیت شاگردان و رشد و عمومیت فوتبال سهم ارزنده گذاشته است. محض با تشبث نیازعلی باباخانوف کلوب فوتبال اسخط با دستاوردهای ارزنده نوئل گردیده امروز در لیگ عالی مملکت هنرنمایی می‌کند. سهم نیازعلی باباخانوف در رشد فوتبال ولایت خیلی هم نظررس میشه. با تشبث این کس دسته اسخط در مسابقه ولایتی و عین زمان باشد در چمپیونات عالی در لیگ عالی جمهوری تاجیکستان برآمد کرده ایستاده نتیجه نظررس گرفته ایستاده است. اینچنین ذکر گردید که با جانبداری از سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسابقه فوتبال در قلمرو کشور با جلب وسیع دوستداران فوتبال گذرانیده می شود و به سبب نیست که در سطح نظام بانکی ولایت سوغ نیز مسابقه فوتبال بین کارمندان نظام بانکی از سال 2000 تا این جانب همه ساله تشکیل و گذرانیده می شود. هدف از تشکیل و برگزاری چنین مسابقه ها پیش از همه جلب بیشتر کارمندان ساحه بانکداری به ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت بین آنها می باشد. در مسابقه نوبتی بین کارمندان تشکیلات های قرضی 14 دسته به 2 گروه تقسیم گردیده در یک دور بین هم بازی انجام می دهند و از هر یک زیرگروه 4 دسته به دور 4 یک‌نهایی راه میگیرند. دسته های بهترین در مرحله های نیم نهایی و نهایی سبقت را ادامه می دهند. همه واخوری های مسابقه در میدان ورزشی مرکز تعلیمی بانک ملی جریان میگیرند.